بس علی یکمی بود یاد داری که ما وقتی که اوم بودم گفتن که گیمرید هم گفتن که بیام گیمریدش نگه ولو چی گیمرویش بگم. یک مگزین میکشن در پیش یک کس دیگه میاد مگزین میکشه بخیلی میکنه از وای 50% ارزان میکنه این بیچاره محکم میکنه میخیزه میره با او 50% چه بو میبرداره. در همینجا چه خیلی توضیح گفته است که نمیکنیم در حالتی که تو دروش داره. نو بلاگری رو سر کردیم هیچ کس ما را نمیشناخت که با دکانی ما بیاید ما مقصد وای رو توبت کنیم. ما شما را در پیش کامera اگر نقاپونتونی خیلی شما را نمیشود. پس کامera شما ما را نمیدونم چه خیلی میکنه که گپ زدن نمیتونن دیگه. مثلا ارندای من قیمت داره بعضی جا ارندش کمه مبلغ کمه بعضی جا ارندش بلنده و چه نیخش و کوشش میکنه که برو با جو نشده اش قطعی نمیدونم چی کنکورنتی کردین چی مزه هیچوما قطعی چی شده بود یا که همین مسئله بود چی مسئله بود واشه کاری کیسه که همه دست دهنم بزنم دست دهنم نو بسیاری میگن که ریسک دهنده الله بله الله در قرآن میگه این الله یرزق من یشاء بغیر حساب بدروسی حقا که ریسک الله برای بندش میتیه با فکرم که اولین شخصی که برو واردش در همینجا خودتی خطا نکنم این کارو میکن حرام میکن این کارو میکن الحمدلله از حرام و حلالش ما خیلی آگاه هستیم که چند برای ما حلال است چند برای ما حرام او تو کرمت زده اگه بخوای بخونه او را بخو گم شو ساز میشه نه پیش ما میای نه هیچی دیگه بعدا میگیم که برادر جون نماز نمیخونی یعنی خیانت به الله میکنی ترا که جو الله شفا بده یا تو که 2 رکعت نماز بخونم 5 وقت نماز قضا نک بخون چی به الله شفا نمیتیه. السلام علیکم برادر عزیز امیدوارم که خوب هستین ساخ سلامت هستین برادر عزیز امروز در برنامه ما یک برادرمان قاری جان در سوهای خودش به حد چوست و چلوکای گفتمی گپا الحمدلله به حد برادر قدردان برای ما را اکثر کدومی که میشناسش یعنی ده خصوصا برای ما را برادر عزیز در سوهای خودش به حد متخصصی خوب است برادرو حاضر یک شناس میکنه خدشه یک چند مسئله هسته که در مسئله که برادرایی که در فدراسیای روسیه قرار دارن نو بسته در کجایی که باشن میتونن که برادر ده مراجعت کنند بهترین برادر است الحمدلله یعنی که دلشی بولشی بسیار گپ میزنیم برادر عزیز اگر که بخواین که با ما باشین یک چویک در پیشت بمونه با حضور تماشاش کنم خلاص قاری جان سلام علیکم برادرم. و علیکم السلام. خوبی حضرت؟ الحمدلله شما خوب تین؟ الحمدلله. اولا السلام علیکم با کلی پادپیشکوی اکی بوبوی لنگری انشالله که همت خوب هستین تینجاسین امروز با اکمشون هم صحبت میشیم انشالله و بعدا چگونه که متخصص گفتن متخصص اوید با گیمرید و حجامه انشالله که بسیاری هم میشناسن یعنی که بس علی یکمی بود یاد داری که ما وقتی که اوم بودم گفتن که گیمرید هم گفتن که بیام گیمریدش نگه ولو چی گیمرویش بگم. بله اگه گیمروی در متخصص نهیم اما گیمرید بسیاری ها که الحمدلله میشناسن مونه با نام عمران حجامه کانال داریم اینستاگرام در بسیاری میدونن و خیلی زیاده از 2000 مردمی که مثلا اوید با گیمرید تنقیسی میکشیدن عذاب میکشیدن همه را ما لیشین کردیم الحمدلله میشناسن. بهترین در کارخانه ما اوید با گیمرید و حجامه متخصصای خوب از جمله خودم و برادرم هستن که کار میکنن کسانی که از گیمرید اذیت میکشن و یا حجامه دردی سر عصبناکی موزی سر زرین چشم دولین این چنین بعضی کسالیایی که پو درد میون درد هستن میتونن که مراجعت کنن و انشالله که توبهشون کنن و این چنین داروهای گیاهی نیز هست چگونه که با در روی اکران میبینن. بس اگه شما یکم سخن بگین. ما فهمیدم قاری جان برادر حوض چخیله که خودت گفتی که انا گیمرید پراوی نه یعنی که گیمرید گفتی و گفتی که گیمروی نمیکنیم توبه دم خیلی هست بله نه که تو در همینجا چخیل توضیح گفتی که نمیکنیم در حالتی که تو داروش داری. بله از جمله اگر به اپیرات هستش بله داریم ها الحمدلله بعضی داروهای هستن که برای گیمروی هم فایده داره. بله از جمله داریم سویچ های فیتا سویچ مدروم هم دیدم شکو داوجا بله داروها هستن اوید با گیمروی که بسیاری ها اوتزیف خوب دادگن یعنی لیچینی کردگم خوب شدگن انه که اپیراتش ریاکشن خوب میکنه اپیراتش بوبو جون کنه. بله
ана Хориҷон якчанд савол хостум утмад Майлеш. бовар ки ана соҳае ки ҳами геймарид бале вақте ки ҳамира хидат ки ба фикрам ки аввалин шахсе ки бировардаш дар ҳамиҷа хидати хато накунам. бале аз тоҷикое ки мисол устоди ман буд пеши гаптона гирифтам устоди ман аввалин қирғиз ва узбек ҳастанд узбеке ки тоҷикиро медонанд аз тоҷикистон ман аз ҳамон шахсо омӯхтам алҳамдулилла бале агар бигем ки тоҷике ки мисол на узбекиро медонам бале якунин шахсе ҳастем ки алҳамдулилла дар вес Россия ва вес Тоҷикистон ки чиза мо паҳн кардем баъди мо алҳамдулилла ҳоли хеле мардум ки омӯхтан аз мо ва аз шогирдои морам омӯхтан алҳамдулилла ҳоли мардума леченика ҳастанд хушбаҳолшон ва дар Тоҷикистон низ ду клиника дигам кушодагим имрӯз дар Тоҷикистон лечени гаймарид бо тариқи аъло рафтесаи бо бе ягон шприц дар Тоҷикистонам дорем хидат кардагӣ бале хушбаҳолат ина ду ҷоҳуӣ кардагӣ бале ина ду ҷоҳуӣ кардагӣ ма дарак надорам ма хабар надорам як бор фарёд накарди ки як устода накриват кинем гӯй ки ман хеле бо дуоимо равгир бо кори дига хел мешавад бале беҳтарин хушбаҳолат ма вақташда медонистам ки мақсад ҳамин чиза мефаҳмидем ки фақат ба шприц мезадан сӯзан мезадан ким чи хеле мезаданда ҳозир роҳи осона кишам хел чи кардиян беҳтарин аст мегуфтӣ ки саволи аввалина мегуфтӣ ки ҳамин шахсое ки ҳамираҳам вақте ки ёд гирифтан аз куҷо ёд гирифтан можед хидат советшон додай можед хидат дарсшон додай барое ки як бора ҳамин чиз паҳн шида як чанд вақт ҳамин хел тишина хидат рафтӣ бале ҳамин хел буд як чанд ҳамин хел хидат як моҳ хато накунам аллоҳу аълам ду моҳ ҳамин хел хидат рафтӣ ҳамин хел баъд яки паҳн шид ҳамин чӣ хел шид ҳамин ситуатсияи буд ки вақте ки ман омӯхтам бахшиш пеши гапа дад Хориҷон вақте ки ёд дорӣ мара фарёд карда будӣ ҳатто дар интервюам интервю дода будем гуфта будӣ ки кадомиое ки бихоҳанд дарс шомтам бале омӯзиш ёд шомт яъне ки ёд шом битед дар ҳамуҷа намедонам гуфта будем ки нагуфта гуфта будем ки занг бизанем дарсон метавам ма фаромӯш кардагим да баъд ҳамуҷа чӣ хел шид дига баъди ҳавай омадан омӯзиш гирифтан як се нафар алҳамдулилла омӯзиш гирифтан чанд кас се нафар омӯзиш гирифтан се нафар бале гуфти просто мара гуфтем ҷеша сумша 50 да 50 мекунем надодим дам оз баъди видео иншоалло баъди видео гап мезанем ина адела суҳбат мекунем не агар ма шуморо дар пеши камера агар нақаб метонӣ хеле шуморо намешавад пасай камера шумо мара намедонем чӣ хеле мекунем ки гап зан наметонем дига я масир асроро мегем бигем бале ира омӯхтем алҳамдулилла ба як нархи муайян ки устодмон гуфта буд алҳамдулилла баъд рости ҳамин маблағ ман надоштам аввал аз 4 нафаре ки ман занг задам гуфтам ҳамин корро кардан дар кор беҳад чизи хуб аст ва мардумам аз ин чиз фоида мебинанд чунки ман намегум ки мисол табибои беҳтарин дорем ман ягон каса ягон чӣ намегум лекин аз ҳама беҳтаринаш бо тариқи гиёҳе ки мо тавбат мекунем ҳамин чиз хубай чунки инсон азоб намекаша дард намекаша ва ҳамин қинишие ки ай 4 то 8 соата хуб мекунад баъдан ин чиза мо омӯхтем ба шахсе ки барои ман ёрдам карда буд маблағ ёрдам карда буд дар ҳамон шахс ман ёд додам баъдан якчанд бародарое ки моро занг задан мо ҳам як маблағша чӣ ба мара нагуфтӣ маблағша гуфтем ки мисол дарси мо ҳамиқа омӯхтем ва 50% ҳамира барои мардум мегем мисол ҳамиқа ё ки мақсад ҳамин хел ёд метиҳем тона баъдан мошоаллоҳ рафтан аз шогирди мо омӯхтан имрӯз боз чанд шогирд дига буровардан хушбаҳолшон имрӯз рафтесиян алҳамдулилла дар ютуб ҳастанд мардума тавбат кардесиян баъд дамик саволи дига Хориҷон як вақт фаҳмидем ки қати ҳами бобоҷон 88 қати намедонам чӣ конкурентӣ кардем чӣ маза ҳиҷома қати чӣ шида буд ё ки ҳамин масъала буд чӣ масъала буд вообще фаҳмида будем гапҳо грехта буд ё ки чӣ буд ё ки ҳамин просто ҳамин хел
гап ба ма расида буд ё ки намедонам рост буд. کی بود؟ کی بود؟ намедонам аллоҳ аълам як чанд қа пеш да همین ماهای نزدیک بود. ким чи хеле бадама хадмам ёд надорам росия ҳами хел чиз ба гӯшим омада гуфтан қадам бобоҷон нашуда хел конкурент шуда ки روسیه که باباجون بهترین شخصیت برای ما خیلی خدمت کردگن. خدمتایی که رکلاماچی و بله خدمت باید یادش نمیدادی خورم الحمدلله گفتن اول دراسی خیلی یادشون ندادیم بعدا یاد دادیم. ما گفته بودیم که یک نقشه داریم هم نقشمونه اگه باباجون خودشون میدونن یعنی که حالی با تماشا دارن مثال ویدیو رو تماشا میکنن ما گفتیم یه نقشه داریم هم نقشمون اجرا کنیم ان شاء الله که به همه میرسیم. نقشه شما یعنی که چی بود پیسره مقصد مقصد یعنی که مردم از این چیز اوگاه نبود دمی خیلی بود ما اکثریت چون میدونم که الله شاهد است ده کشود روشن گپ زنیم بسیاری برادرای ما از این کسل بدن بسیاری تمبول بود در مسکو خلاص در مسکو این چیزا از خنکی بسیارتر از خنکی میشوند از خنکی همی کسل میشوه یعنی که به حد بسیار بدن ده با مو خاطر یعنی که گپ سری پیسه رفته ثابت правильно بله نه ما گفتیم که روسیه بسیار دوستای ما میدونن که ما وقتی که روسیه نو بلاگری رو سر کردیم هیچ کس ما را نمیشناخت که با دکان ما بیایه ما مقصد وای توبت کنیم اگه مقصد کار ما هم پیش بره مقصد وای توبت خیلی کار خودش همه و دیدم میلیون در اینستاگرام میرفت او الحمدلله بعدن که یک مقصد صاحب بلاگری رو شروع کردیم الحمدلله پرسماتر میلیون گفتی خطان تا 9 میلیون رفتگی. بعدن گفتیم که مثلا همین نقشه ما میگه که یک مبلغ من قرض دارم مثلا همین را من بجا میارم ان شاء الله که من وعده خلاف نیستم چگونه که رسول الله میگه هر چیزی که برای خودت میخواهی برای دوست ختم بخو یعنی بر ضرر وی نه مقصد. بعدن گفتیم که ان شاء الله همین کار ما اجرا میکنیم همین مبلغ قرض من بجا میارم ان شاء الله که ما هم داش مود یاد میتیم. کسی که صبر کرد یادش دادیم کسی که صبر نکرد بعد خیلی اگه کشل بگریمون نشدین نه ما اکه باباجان میکنه ده اکه سوهای کنکورنتی اکه میگین به کنکورنت نمیشود زندگی فکر میکنم این در همه چی خصوصا در سوهای چی به کنکورنت نمیشده کوشش میکنی. مرا استاد مرا یاد داد همه چیز وقتی که آموزنده بود گفت که دادر جان یک چیز برای تو میگم مثلا شاگرد وقتی که تو یک چیز از ما میآموزی کوشش که کنکورنت من نشم نرخ پست از ما نک بالا که نرخ از ما پایین نک چون که در استاد خود ما مقصد کنکورنت نشم. از کنکورنتی همه میدونه که هیچ فایده ای نداره. بسیاری ها رو میبینیم مثلا یک مگزین میکشن در پیش یک کس دیگه میاد مگزین میکشه بخیلی میکنه از وای 50% ارزان میکنه این بیچاره محکم میکنه میخزه میره با او 50% چه بو میبرداره. خب در سوای کنکورنتیشون هم خیلی در می مسئله از سوالت میتونم قاری جان خودت مقصد فهمی شد خوب است مقصد همه طرفه میفهمی مسئله هوزی کنکورنتی گفتی پراویلا ها بله حکی ای همی خیلی همین نگاه کن که داجه ای بلوگر با ای بلوگر همی خیلی میزنه دا ای همی خیلی های یک اصلا میگیرم حیات همی به دسته دا ما کوشش میکنم و با کلی برادرای میگم که مقصد بلوگر هستن مقصد میخوان همی سوحده کوشش کنن که در عزت نفسشو نرسن بله البته که ما خطا میکنیم ما همه انسان خطا میکنه وقتی که خطا را که کردیم کوشش کنیم که دیگه باره همو را نکنیم اصلاح شیم ده یعنی که بد نشیم بله بدتر نشیم نریم هم خیلی از خوری جان بله و بر مسئله همی کنکورنتی این قطعی بابا نشدهش کنکورنتین او برادر بسیار تماشا میکنه نگاه که ده خوری جان ما الله شاید است که برادر عزیز ما اکای بابا جان ما به حد حرمت احترامش میکنم به حد همو قریبگوی همو که حرمت احترامش میکنم یعنی که بین ما و او میشوه یکم نفهمی میشوه یکم چیزایی میشوه که او مرا میگه که دوستم مثال دودر برادر اینجا را نهی خیل کن در کار بعضا وقتایی میشوه که
او نمیفهمه. ما او را میگم که این هیچ نه خیلی کاندار کرد، میگه او правильно انا خیلی کاندار کرد. یعنی که در همه برنامه خودت خواستم همینجا را با قید بگیرم. یک وقتا نوارای برو معبد همیتایی که تیپا ما همو برادرم خیلی دشنو محقورت کردگیم. الله شاهد است که ما قطعی و انسان ابسولوت نه گپای ما خیلی بلند رفتگی نیست. ابسولوت نه. ما در اکران خود پسای اکران ما این خیلی گپامون رفتگی نیست. در یگانجا پروش سایر همی شانتاژ مانتاژ کردم خیلی گرفتم برو واردن که نگاه کنین دو برادر کیم چی خدارو یک جو بدن در پستی و بلندی یک جو بدن. بله امروز خستن ایش سمیه ایش دشتو مقرات کسن. ما دا عموما همی چیزو نبود. بله عموما همی چیزو نبود. اگر چیزی که می بود همی خیلی از خارجان. مثال ما چی مای برادرو را دروغ بگم خدا را دروغ گفتن نمیتونم جو که правильно میگم که خیلی برادرو یک اشیب که بود همی خیلی یا که ایما شده بود یا که ایما برادر شده بود همی خیلی یک نداپانیمانی گذاشته بود بین ما. خیلی الحمدلله که اولش الله ما را ببخشه، دیمش مثال همین برادر ما را ببخشه. ما الحمدلله سوزیم حوزی برادریم خوبیم. نه که میتونستم که این خیلی مثال بگم که خیلی برادرها هم خیلی بخشش یکم چی شده باشه. نه که همین چیزا نبودک. بله عموما نبود. ایده کنسا میرم که الحمدلله خدا که دعا میکنیم که دوستی و برادری ما و شما را خداوند که هیچ کس چی نکنه. انا مسئله همین کنکورنت بود بخشش در برنامه خیلی تمیره خواستم گپ زنم که بسیار برادرها میگنم که تو خطی هم برادر همین خیلی مقصد تشنو مخورت کردگین ما کردگی نیستم. انا خب میرم سری مسئله همین کنکورنتی ها. مقصد یعنی که خودت باید وقتی که همین سینه همین کورتا وقتی که برو ورده همین خیلی است باید شاگردهایی که درسشون می آموزونیشون هم خیلی است باید که اونو است پایان نفرویم. правильно چگونه که استاد ما گفتن ما گفتیم که همه یک خیل باشه. مثال چی خیل بعضا مردم ما زنگ میزنن فکر نمیکنن مثال ارنده من قیمت داره، بعضی جا ارندش کمه مبلغ کمه، بعضی جا ارندش بلنده و چه نخلش باید کوشش میکنن که برو زنگ میزنن چی با شما ایقا و بعد بسیارتا رو کمینتر می نویسن مثال شما ای کارو میکنین حرام میکنین ای کارو میکنین. الحمدلله از حرام و حلالش ما خیلی آگاه هستیم که چند قبارای ما حلال است چند قبارای ما حرام. بسیاری کمینتر میکنن که حرام ای کار شما ای قبول میگیرین ای ارزون ایش یکش. الحمدلله به حد بسیار آدمایی که 97% مردمی که شفا یافتگن 95%ش بگیم شفا یافتگن از ما رحمت میگن. اتوش تو برای کنکورنتی خوبتره. من برای همه مردم میگم که یک خیل کنن خوبتره. برای چی که همه مردم هم کوشش میکنن که یک کاری خوش رو کچ سینه و با نرخ خوب بیوه. وقتی که من ارزان میکنم شما جوره مین پیش من آدم زیادتر میه خون و خود در دل شما یک چی پیدا میشه که به کمی برادر کاری کهیسه که همه ده دست دهنم بزنم ده دست دهنم. نو بسیاری ها میگن که ریسک دهنده الله های. بله الله در قرآن میگه این الله یرزق من یشاء بغیر حساب. به درستی حقا که ریسک الله برای بندش میتیه. اما قانع هم یک چیز دیگه. مثال برادرای هستن که دارن ای بیزنس دارن او بیزنس دارن همه چی دارن با میخوان یک کاری را بگن یعنی که قناعت نمیکنن. با یک چیز قناعت کردن این چیزی بهترینه. ما بسیارش من میگن که بعضی ما یاد ندادیم. برای ما مقصد که ما را هر چی گفتن ما بخشیدیم با بخشش هم پرسیدیم ما بخشیدیم با بخشش هم پرسیدیم با بخشش هم پرسیدن و گفتن که مثال همین چیز مقصد برای ما یاد ندادی ایسوسو. مقصد بعضی گپای سخت هم گفته بودم. من گفتم که یک چیز دیگر که شما ما را ایکی میگین اما قناعت در خودتون نیست. میگن خداوند ریسک میتیه اما قناعت در شما نیست. قناعت کردن هم خیلی چیزه. بعد برکت و الله دونای عدل های همه بعد میدونده که برکت بتیه ده که خوب انشالله که من فکر میکنم اگر کنکورنتی نباشه خیلی خیلی بهتر میشه. دنیا خوب میشه بهترین میشه همه کس. بله بعدا مسئله انا کامنتاری میگوی مسئله کامنتاری میگوی
بسیار برادرای هستند که دشنام حقارت. بله بخشش پیش گفتونده یک نفر منده نویس شاید که تماشا کرده باشه در این ویدیو نویس که تو حرام خری اما در درین صورتاش میدرم مرا میگه همین قدر تو لیچنی میکنی مردم الحمدلله در این نرخ دوول نیان الحمدلله ما 8 ساعت تبابت میکنیم ای 4 تا 8 ساعت بعد در این نرخ دوول نیان همون که گفت در درین اینستاگرامش دروندم در درین ماشینه والله علامه لکسوس بود چی بود یاد کامنترش در نویسه که برادر از خدا خودت نمیترسی که در درین لکسوس شده من ندارم همین چیزا در جای ماشین اوپل هم ندارم از خودت بترس که برادر گیر در اطرافت در چندین کم بغلای دیگه نیکم خودت چیش دیگه بود در کامنتر همون شخصا می نویسن من همین چیز ده حیران میشم. اگه یک چیزی هسته که میکنن همین خیل هستن ها همه هستن شخصای هستن که ما میشناسمشون الحمدلله ها پیش خود بسیار مگن مقصد توبت هم کردگیان انا بعضیش سمختی بعضیش بیپل همین خیل پیش خود هم مگن الو برکت بسیار میناداری کردگیان بو سوس شدگیان همین خیل زنده باشه. انا یک مسئله هسته که بعد همین مسئله دا در آخرش گپ میزنیم دا در آخر همین برنامه گپ میزنیم انشالله اگر فراموشش نکنم. بعد همین مسئله ای که حوزه همین کنکورنتی را ما خودمون گپ زده استیم هم خلاص. بله همین مسئله کنکورنتی نگاه کن که یک مسئله هسته که اگر که شما بین خودتون بشینین صحبت کنین میشه همین خیل من نسکول کمی دونم که برادرای هستن که بیزنسمنن правильно همین برادرها میشینن یک جا مشورت میکنن همین خیلی است ایش سوید میگیره ایش سوید میگیره یعنی که دستگیری میکنن یک دیگر شا در چیو فهمیده من میره جاهایی که میره ها کورس میتنده والبرس هم خیلی سوده یک برادر خطی نامشو فراموش کردم با اکش رفته بله پیش رفته بودم یاد داری بله ها مقصد یک جایگی ده مشورت میکنه همین خلاص او برادر شدیدی ای چی گفت نمی چند میلیون گفت درآمد آوردم در طول 3 ماه گفت بعد در عربکشی بود بعد چی اومده از بیزنسی والبرس و فقط همین تاپوشی زنونه و خیلی چیزا ما خبو چیش کردم ده شوخیش کردم و میفروخته که یعنی که نگاه کن که چه خیلی همین موفق شدن در همین سوهای کاری خود چون رفتن همین مسئله قطعی نمیشه که مثال شما باینتون نفهموی نشوه و رازبور سپورت یکون چیز نکنین یک جو بشینین مشورت کنین همین کارا پیش ببرین خلاصه بله من شاگردایی که خودم آموزندگیم اومدگیان پیشم همین را خوش رو آموزندگیم شونه بسیار ها میدونن آموزندگیم من در کنکوری نیستم کسی که از من خودم اومدگی من در کنکوری نیست من همه چی را فهموندگی میشه که برادر نیم کنکور کو بله برعکس مثال در یکاترینبورگ هسته اکای عبدالله هستن ماشاءالله به حد انسانی خوبن من وقتی که یکاترینبورگ زنگ میزنه من در زنگ میزنم و مرا میشناسن من میگم برین فلان جو یک وقت زنگ زدم در همون جا لیچنی دا بودی در پیتر بودم پیتر در اونجا یه هفته نرفتیم اونجا الحمدلله 30-40 نفر توبت کردیم با خیسیم اومدیم در یکاترینبورگ زنگ میزنم اون روی شما میگم که برادر جان فلان جو برین شاگرد ما برادر قدردان ما در همون جای برین خودتون توبت میکنن میگن رنگ خودت توبت میگم بله شاگرد خودم رنگ خودم توبت میکنم بدلی پر ما خیر رویشون میکنیم وقتی که مثال از ما اومختگی نیستن از دیگران اومختن از شاگردای ما اومختن اگه نمیدون بین اونها چی صحبت ها رفته چی رفته قرجان یک سوال خودت نمیدون که همونو یک جای یاد گرفتن نمیره ایرا من در شاگرد اومدگیم شاگردی من در دیگر رو با آموزندگی تویست این خیلی رفت این خیلی رفت اگه پرشیدگی هم خیلی هست او شخصایی که در فکر شما هستن بله او ای شاگردی ما اومختگی بله ای شاگردی خیلی فکری ما در کم بابا جان اگه بابا جان من خودم یاد دادم ای بابا جان بیچاره هست ایورا میخوام بهش دیگه ها نه مسئله همین بود که یعنی که برادرای ما اوگاه شوند بله برادرای ما بدونن که همین خیلی چیزها هست ده مثلا مراجعت کنن ما حتی یک چند روز پیش بود یک برادر رو زنگ زدم تا گپ زدیم بعد گفت که
خیلی رفته در دختر همی توبت کرده دا. ما گفتم ما بچه گفتم شما در کدام عصر زندگی میکنیم؟ چی با ما ما بچه هم خیلی چیزا برآمده که آزاد خشرو میره امیره میره بود دم میگیره همین خیلی میگیرن کورت بود میکنن جواب میتن میزنی میره با خودش حیران شد گفت همین خیلی گفتم ها برادر گفتم گفت همین با همش گپ زدیم دا گفتم با تمام قانون قاعدهش خطی حتی باور نکرد. بعد من ویدیو را پروی کردم ویدیویی که بسیار رو دمو بودن که اونجا درست بله. بعد امنو را رویشون کردم بعد گفتن که اومده بودم پیش من چی عذابش ندادن او را بعد گفتم برین خیلی طریق توبت کنین چم اویی که شما میرین سیم میزنن و سوزن میزنن و کل میکنی و با دهوینوی راست خود میکنی و همه خیلی وقت دختر دکی غلطی دی همه خیلی اگه دکترها را هیچی نمیگیم انشالله. نه مقصد ایجا دا مثال هستن که برادرایی که در ایجا اینا مثال بعضیش دکمی نداره. بله بسیار اینو دا وزمینه دا همین چیزا را توبت کردن. من حتی هسته که همین خیلی مومنتایی که برادرها میبروین به دکمین میبروین ما شناسا هسته الحمدلله بعد هم برادرها را میگم یوردام تون میکنن الله برکت شما تا بعد یوردامشون میکنن دا مهاجرت این برادرایی که در آسیا خواهرایی که در آسیا میوین مادرایی که در آسیا میوین کار میکنن میخوان که بیچاره یک بهبودی کنن یک نویگری کنن یک خونه بسازن هر یک کس مقصد داره نیت جه داره که پراویلن بله و همون خاطر بعضیش میوین بیچاره نمیدونم یگون تایش که میروه هستن ما همش در نظر نداریم بعضیش هستن همین پسردنیکایی که داکیمین میکنن بیچاره را رجیستراسیش در قید نمیمونن یا که یگون چیز دیگه شده بعد میخپنشون دیپورشون میکنن یا که پاتینشون ابسولوت نچیز میشوده انولیر میکنن دیگه نمیدونن که بیچاره چیکار کنن کدام راه دا برون کدام ساعت با اون خاطر من اون را توصیه دادم که خبرین خونم اونجا چی میره نیخ کش و کش میکنین چیز بله نه جای کارخانه ما هم برای زنانه و هم برای مردانه برای زنانه هم هست بله فقط گایمرید حجامه نداریم برای زنانه حجامه نداریم اما برای مادرها ما هم خیلی قطعی برادرم که دامجا کار میکنیم که بهروز نام داره بهترین شخصیت دوستش میدونم به خاطر الله ما هر دوم کار میکنیم دامجا ما گفتیم که مادرای هستن که مثال همین چیز 19 داره بیچاره کار میکنن در اویلی که 40-50 هزار شاید که نداره ای چیزا رو ما در نظر گرفتیم برای زنها حتی 30-40 بعضیش به پول یعنی فایز 30-40 فایز ما مقصد که در اونها مقصد ارزون میکنیم چون که همون مادر در ایجا رسیه عذاب میکشه من وقتی که هر گاهی که والله قسم میبینم گریه میاد چون که مادر ما حساب میخوره انما المؤمنون اخوه هر یک مؤمن برادر مؤمن خواهر کسی اگر مؤمن باشه خواهر ما حساب مادر کسی مادر ما میبینیم شونه ما هم فکر میکنیم که مادر عذاب میکشه بیا همه کم مبلغ از شخصانی هستن که مثال زن چه آوردگی شرایط سوزه 100% مردش که شوش کتی میه خیم نرخ میگیم شونه و میبرار میتین بله هیچ گپی نیست انشالله که ایشته بخیر برای زنها ارزان میکنیم کم کم خیرم کردن در کار بله بخیر هیچ محل نمیشه بخیر هیچ محل نمیشه خیر که کردی دست یک مریضه که گرفتی دست یک بیماره که گرفتی دست یک شخصی که نیازمند نداره گرفتیش انشالله که الله بو میتاد بله دو چنبوره میتادوره بله با همون خاطر کم کمانی کردن در کار بله بهترین فکر بهترین کار انا خوری جان مسئله ای که خواستم گفتم بگومش ما خطا نکنم یا که همین روز بود یا که دی نبوده ما کم فراموش خاطر میشم یک جدا همین خیلی شیشتیم انا گب مسئله ای همین گی مرید یعنی که همین گی مرید یعنی که همین گی مرید ما برادرو ما ایره پرا نمیتونم گفته فراموش میکنم برای قدر ما دوجت را دون کلو چم بیم هم گی مریدش بگم هم خیلی خوبه بله انا یک جدا همین خیلی شیشتیم بعد یک دو برادر گفت که ما گفت رفتم تبوبات کردم و سوز نشیدم ده مقصد این حالت ها هستن بله گفت که ما گفت سوز نشیدم
ما حیران شدم. ما گفتم که موج رفته همونجا، ما وری نیم ساعت یک ساعت ایستادیم. ما خودم با یک جدا رفتم همیخیل. بله بله. نمیدونم یک نیم 2 ساعت همیخیل ایستادم دیگه خستم دیگه چی نکم ده. مقصد ما یگو جو الحمدلله درد نمیکنه، یگو ما سلامتیم خوبه الحمدلله. پروست همیخیل گفتم که همی چی خیلی ده. بله ضررم نداره. هستن خیلی پیش گفتونده هستن شخصانی که میان تبوبت میگیرن، اما ما میگم 4 یا 8 ساعت. به خاطر چی؟ بعضی ها که 1 سال شد نو گیمری چه یا که نو 6 ماه شد دم 4 ساعت میبره تازه میشه، عموما دیگر نمیبره، کم میشه، خالی میشه. حتی خودش انسان مقصد چوست داد میکنه که همین جوش خالی شد، میشه وقتی زردوب در ایجا در رخسوره و در پیشونی میشه. از شخصانی هستن که همین 3 ساعت جداد میکنن، میگن اکم میخز میرم چیزی شه و نشه و میخز میرم با اگه مو پس بو میام بدل چیشه طاقت خوب نداره. پروست یک خوبه دور که هستم که دوره میگه که میرم. بله بعضی هاشه الله خود شفا نمیده. یگان شخصیت حتی دکترها هم نمیتونن میگن که چون که 88-90% مردم شفا میوبه، 10% شفا نمیوبه. اگه ما توبت کردگیمون 95-97% میگیم مردم توبت یافتگان زنگ زدگی نیستن دوم باره، از 3% زنگ زدگی. بله ما قبولش کردگیم دوم باره داج توبتش کردیم با خوش رو بود. این دفعه گفتیم که اکجون رنگ و دفنگن نیم ساعت نبیس یا 3 ساعت نبیس، مقصد رفتگیان با اومدگیان بله ما ور توبت میکنیم چون که مبلغ وار گرفتیم ما توبتشون کردیم. تویست قاری جان نگاه که برادر وقتی که همین خیلی ممن میشوه کدام برادرای ده میشوه ها میروان بو میویم بو سوم اسپورن نه سوم نمیسپورن. ما خودمون هم که گفتگیم اگر کی ما میگیم که 1 سال آب خنک نوشیدن ممکنه، آب ممکنه نوشیدن آب خنک و سر مقصد پیشونی را همین سر عموما خنکی ممکن نیست. 1 سال همین مثال در زمستون شبکه میکشه احتیاط میکنه. اکثریت جوانا که پیش میان استودنتی شدگه بسیاریش میدونن چون که وقتی استودنت شدگن پریشوسکا بسیار کدگن سر خنک میبره واسپالین میگیره آب جمع میشه، زردوب جمع میشه، بعد چی میشه گیمرید میشه. رنگ خودت والیبال 3 زن دیگه گرفتنی. که نصیب کردگی باشه. این خیلی میکنن زردوب میشه. ایو 3% چی به مقصد شفا نمیوبن. من بسیاریش میگم که از سببه که گب باید ما هم دینیشه بگیم هم دنیایشه. بله نماز نمیخونه. وقتی که نماز نخون در این مسئله ما یگون گپ ندارم. شفا از جانب الله های، شفا از جانب الله های. وقتی که تو دعا نکنی که یا الله مرا شفا بده، از دست من چی میاد؟ از دست من فقط زردوب بروردن. بود جوانی که ما دویم بار اومد زنگ زد اومد گفتیم که رنگین که بیو، رنگین نکرد اومد گفت که من سرم درد کیسه، هم پیشونیم درد کیسه، رنگ پیشینه. دوم بار توبت کردیم دیگه همین زردوب قطره نبرومد. یعنی زردوب نیست، تماما تازه شدگی سرش درد میکنه. میگم از چه سبب خودش نمیدونه. بعدم پرسیدم نماز میخونی؟ نه هیچ درد نداره، اما الله دردش داده. هیچ مقصد زردوبی نداره، الله دردش داده. چون که الله خودش نمیخواد که همون درد بگیره. زردوبش تازه شدگی پیشونیش هیچ محل زردوب نداره، اما الله همون درد دادگی در سرش به زردوب در سرش در کیسه. بعدا میگیم که برادر جون نماز نمیخونی، یعنی خیانت به الله میکنیم. ترا کجا الله شفا بده؟ یا تو که 2 رکعت نماز بخونم 5 وقت نماز قضا نک بخون چی به الله شفا نمیده؟ بسیاری هایی که از ما ان شاء الله که تماشا میکنین مرا میشناسین، بسیاری هاش به حد خرسند هم در تاجیکستان که هم در دوشنبه و هم در لنز کران کلینیک داریم. در کامنتاری های اینستاگرام در واتساپ عدل نمینیسن که اکی امران به حد ماشاءالله شفا یافتیم، ایسیم زدن میترسیدیم، امروز شفا یافتیم، شکر خدا. بهترین رحمت مینداری میکنن. بله بسیاری هاش خوب بدم برادرایی که ها بله بسیار مینداری کردن. چی کردن؟ مسئله نماز خوندن گفته قاری جان بهترین سخن کرده. این مسئله خطی یک برادر همین می آوردن، همین مسئله همین جین دوش همین چی خیلی دوش می خوندنش ده. همین خیلی چند باری که آورده بودنش خوندنش نمیشید، می خوندنش نمیشید. بعد یک روز یک قاری برادر بده که نوشه نگیرم، بعد گفت که گفته تو مرا گوش که گفت تا گفت ها نه استغفرالله. رفتیم عصر خوندیم. بعد گشت گفت که ای بدبخت گفته نماز نمیخونی. گفت تو گفت نماز نمیخونی؟
گفت که نمیخونم. او گفت میتونی خونه؟ گفت ها میتونم. سرورم گفت میتونم. او تو کرمت زده گفت خیلی بخونه او را بخو گم شد. گفت ساز میشه. گفت نه پیش ما میای نه هیچی دیگه. نیکی بعد امورا سخت چیگره و الحمدلله که همون طاقتی سوزشید برای هر یک چیز سبب داره که سبب مثال خودی که شما میشین الله شفا میده. در این مسئله ما یگون گپ نمیگم، یگون گپ گفتنی هم نیستم. یعنی که خیلی برادرای عزیز انا دیگر چی بگم، هیچی گفتنی هم ندارم. بهترین برادرای الحمدلله مقصد مراجعت کنیم برادر جونا، خود خواهرها باشن برادرها باشن کسی که باشه نباشه میتونین که گفتی همون گپو که سمیل مراجعت کنین ان شاء الله در خدمت های خارجان. بعد برادرایی که مسئله هجومه همیده یک ده سخن گفتم بکنم، یک ده گپ زنم گفتم ما راستی گپ مسئله هجومه ده نه هر کس ده هجومه میکنه. ما خودم ده برای میدونم که کی خشرو میکنه کی خشرو نمیکنه. مسئله هجومش ده به حد سوزای در کار خودش مقصد به حد خوب است برادرها. این یک مسئله هسته که برادرها یک چیزی هسته که همین روز مثال این همی چند قپس میتونن که هجومه بگیرن خود برای رسلابیتسا کردن. مقصد اینا پریمیر میوری مساج کردن. خیلی است. بله بله. لوبوی برادرای میخواهن که بیاین یک مساج کنن ببرویم بروان هستن. بله بله هستن. بعضش هست یک مدت بار میوه، بعضش هست که هر ماه میوه. برای خطا رسلابیتسا کردن در جون دم گرفتن اوخه. هم مرده خوب میگه خودش مرد و زنش با دیگران خورد. امیگ باید در تنه خود بکنی کو. بله بله. اول باید خودت امیگ از خودت روزی باشی. بله بله. همین خیلی هست. از خودت که روزی کی باشی بعد از تنش با کورت هم خوب میشه، همه طرفه میشه. یعنی سلامتی که نگاه کنه سلامتی در جای اول است. بله. این ایسوی این فرزندو میخره مادرایی که در تاجیکستان ایسوی میخره اگر خچت توبت کنه. در باره حجامه گفتیم بهترین من الحمدلله در حجامه اوجه 11 سال استاژ کاری دارم. ای صنف پنجمی مرا پدرم آموزاندگی. ای صنف پنجمیم کودک بودم نوترس حجامه میکردم. در کتابش خونده مثلا حجامه میکردم تا حاضر این حال دایر به حجامه در مسکو و در سوچی دو تا کارخانه داریم. هم حجامه هم مساج هم کاستاپراف مانوال تراپی لیچینی گایمر در هر جایی که در روسیه است مقصد کار و فعالیت میکنه. خودم استاژ 11 سال استاژ کاری دارم. کاستاپراف ها مانوال تراپی مانوال نی برادرو اکثریت همه خیلی چیزا میکوبین انا در بعض جهان میوین. قاری جان دست خوب داره. ما الحمدلله خودم گذشتگیم به حد دست خوب داره. میتونین که مراجعت کنین. ما در مسکو مترو کاتلنی که قرار داریم میتونین که مراجعت کنین. بین رقم های بالای اکران چی مادران و چی برادرانی که اوید به حجامه و گایمرید میگن میتونین که زنگ بزنین ما شما رو قبول میکنیم. مسئله یاد دادن همه طرفه می‌آموزونیم. بله همه طرفه. بله برادر عزیز خدا نگهبان تو موشا بخشش زیاد زرانی عذر زیاد که این قدر وریمتونه قتیمو صرف کردین. اگر که چی نباشه اما یک کامنتاری خوب نسید دشمن قوری را دشمن خیلی مرا دشمن کردین و قوری را دشمن نکنین. قوری بهترین انسان برادر. همین یک چیز ده برادر عزیز وقتی که قتیمه که شیشتین خیستین میدونین که ما چه خیلی انسانم چه خیلی شخصیتم. شخصیت یک کسا نودونیسته برادرو خواهش میکنم به ترتیبی نکنین در تای کامنتاریاتو. یک کاری کنین که نبرود همه برادر موتیواسیون بگیره بخیزه. کوشش کنین ده. ما هم الحمدلله هم برادر هم خودت که دشمن کرده سایکو ما هم میخواهیم که برادر جان تو در یک ساحه باشی، در یک پروردگار در یک بیزنسی باشی، در یک چیزی باشی که خداوند اوسپید نکنی با یک کامنتاری بد نویسوندن. همین خیلی خداوند سرکارت کنه. همین خیلی برکت و فیض برکت را بتاد که اوسپید نکنی که در متای کامنتاری ما دشنو مخورات کنی. خود خیلی یک درآمد تماشاش کرده برافتی هم متقاطی فکر میکنم این بهترین است برادرو نوار ما را پهن کنین، نوار مقصد با دیگران روی کنین که تو اینکه برادرمون قاری جان
الحمدلله در خدمت شونا کنه. یگون گپ دیگه گفته نداری خارج جان؟ نه انشالله. سلامت باشی برادر. زنده باشی. رحمت برای. سلامت باشی برادر.